بازار خوب. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرکز هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در دوشنبه بازار زیابر سومهسارا. امروز دوشنبه 19 شهریور ماه و ساعت حدود 11:30 صبح. شهر زیابر جزء شهرستان سومهسارا در استان گیلانه که با شهر سومهسارا حدود 16 کیلومتر و با مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت حدود 45 کیلومتر فاصله داره. این شهر در همسایگی شهرهای بندر انزلی، رضوانشهر و ماسال قرار داره. زیابر قطب پرورش مرغ در استان گیلان هم هست. حلوا زیابری با قدمت 500 ساله یکی از سوغاتی‌های جذاب و خوشمزه این شهر محسوب میشه. خاک حاصلخیز این شهر باعث شده که کشاورزی در اون رونق داشته باشه. کاشت کدو و صنوبر هم در این شهر زیاده. به زودی ولاگ رانندگی از شهر سومهسارا به زیابر رو در کانال قرار خواهیم داد و لینکش رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدم. بازار دوشنبه ها در این شهر در مرکز شهر برگزار میشه و از شهرهای اطراف و روستاها برای خرید و عرضه محصولاتشون به این شهر میان. این بازار هم مثل بازارهای دیگه شهرستان سومهسارا جذاب و جالبه، مثل یک شنبه بازار سومهسارا، پنجشنبه بازار تلمشهر و دوشنبه بازار در گلاب زرمیخ. ولاگ تمامی این بازارها در کانال قرار داده شده و در پلیلیست مربوط به شهر سومهسارای کانال موجوده. اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان و بازارهای محلیش علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و به پلیلیست بازارهای محلی کانال ما سری بزنید. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
180 کیلویی 180 یه دونه میخوای نگاه نمیشه دارای دیگه استفاده کنم چکبر زنم فقط بعد اینجا دولتری استفاده کنم ولی ای تو تشار جور بار ای درو بری خب نزنه بعضی رو بازار خوب سلام علیکم اراده تشار علیکم مخلصم سلام شما چی میخوای؟ گلپر تروب یه تروب شد تازه شما جان
فکر کنم